من افغان نیستم. ما میراثدار مولانای بزرگ جلال الدین بلخی، کوروش بزرگ، علی سینای بلخی، ابوریحان. ما میراثدار این بزرگمردان تاریخ هستیم، نه افغان. اگر بر تاریخ گذشته وطن خود خراسان بزرگ و آریانای کهن مراجع نماییم، در دوران‌های نچندان دور تاریخ وطن ما از افغان و افغانستان نام و آثار وجود نداشته، بلکه کشور ما به نام خراسان و یا آریانا یاد می‌شد و مردم همین سرزمین به نام خراسانی و آریایی نامیده می‌شدند. در زمان لشکرکشی چنگیز مردم اصلی سرزمین آریانا و خراسان در مقابل تجاوز چنگیز از میهن خود دفاع نمودند. هجوم چنگیزیان از خوارزم تا فرغانه، از فراغانه تا بلخ، تخارستان، بامیان، کابلستان، زابلستان، هرات، اصفهان، شیراز، کرمان و غیره شهرهای متمدن خراسان زمین صورت گرفته بود که در اثر دفاع مردان خراسان زمین از یک تعداد شهرها نابود و شهرها خالی از سکنه گردیده بود. همان بود که قوم‌های بیگانه از کوههای سلیمان و دیگر جاها در شهرهای بی سکنه خراسان سرازیر شدند. ابتدا به قسم کوچیگری زندگی داشتند، اما آهسته آهسته متوطن گردیدند. این قوم البته قوم افغان یا افغانه و یا پتانها می باشند. نظر به گفتاب کتاب تاریخ سلطانی از سرزمین کنعان در اثر فشار بخت نصر کوچیده شده بودند. در کشور ما این قوم نظر به گفتار اکثر مورخین ناقلین هستند که از کنعان ابتدا به اطراف یمن، بعداً به پتانه هندوستان، از آنجا به کوههای غور، در اخیراً به کوههای سلیمان مسکن گزین شده بودند. قوم مذکور اکثراً در نظامهای محمود غزنوی، مغلها، هندوستان و نادر افشار به حیث مزدوران جنگی ایفای وظیفه می نمودند که دو نفر اینها به نامهای احمدشاه درانی، آزادخان افغان بودند که به حیث قماندان ملیشه در اردوی نادر افشار ایفای وظیفه می نمودند. بعد از قتل نادر افشار، احمدشاه درانی به صورت مرموز توسط یک شخص بی‌هویت به نام صابرشاه کابلی به پادشاهی انتخاب گردید. سوال در اینجاست که نام افغانستان و افغان چه وقت و چگونه در عرصه سیاسی ظاهر شد. از آنجایی که انگریزها حاکم این منطقه و گردانندگان حکومت بودند و سیاست خارجی آنها مبتنی بر سیاست تفرقه بینداز حکومتگان بود، آن وقت ذره اجنت و نماینده مشهور و خطرناک خود امیر عبدالرحمن خان نام اصلی این خاک یعنی خراسان را به نام افغانستان مبدل نمود که امروز 95 سال از آن می‌گذرد. انگریزها به این نکته آگاه بودند که افغان و افغانستان یک اسم محدود و مربوط به یک قبیله می باشد که هیچ وقت باعث به وجود آوردن وحدت نمی گردد. در نتیجه از همین سبب است که با وجود 95 سال از گذشت تبلیغات افغان و افغانستان می بینیم که تا امروز کسی حاضر نیست که خود را افغان بگوید، ولی انگریزها تا امروز از این دو کلمه طرفداری می کنند. امروز یا فردا بر شما روشن خواهد شد که اگر مردم افغانستان به اسم اولی و اصلی خود یعنی خراسان برگردند، آن وقت بر شما روشن خواهد شد که با مخالفت جدی انگریزها مواجه خواهند شد. در حقیقت بانی افغانستان انگریز ها می باشند و برای هر گونه تغییر و تبدیل باید از انگریزها اجازه گرفته شود. از سوی انگریزها به تمام معنی می دانستند که خراسان اسم قدیم و پارینه می باشد که به تمام اقوام این کشور منسوب بوده و خراسانی همه به کسانی گفته می شود که در این کشور زندگی می کنند. این مردمان دارای این توانایی می باشند که به آنها بفهمانند می توانند یک ملت قوی خراسانی را دوباره زنده کنند و به این حقیقت